در ولایت سوخت دوامی 10 روزی سال 2023 142 نفر به بیماری التهاب شش و یا شدید راه نفس سرایت یافتند. این رقم را تنها دکتران یک مرکز سلامتی در شهر خوجند به قید گرفتند. سبب اوج بیماری این سردی هوا است. دکتران شرح می‌دهند که تغییریابی اقلیم به خروج بیماری مذکور آورده می‌رساند. همچنین سبب اوج آن را دکتر دانیار خدایی‌زاده به نوشیدن نوشاکی‌های گازدار و آب‌های خنک علاقه‌مند می‌کند. مرکز سلامتی شهری رقم 4 شهر خوجند به زیاده از 50,000 اهالی خدمت رسانی خود را می‌کند. من طول یک ماه اخیر به ما نسبت بیماری‌های شدید راه نفس مراجعت زیاد شده ایستاده است. این هم سببش از حساب تغییریابی اقلیم. چخیلی که ما شما میدونیم هوا وقتی که از گرمی به خنکی میگذرد تا ارگانیسم یک مطابق شدن ایمونیتت مستحکم، بسیاری اهالین ایمونیتت مستحکم نیست، برای همین به این بیماری گرفتار میشوند. سبب اساسی این بیماری چنانکه که حاضر گفتیم از حساب اقلیم، از حساب در هوای خنک، آبهای خنک نوشیدن، گازدار. بعد من باز بعد از جشن سال نو مراجعت زیاد شد، چنانکه که ما میدونیم در سال نو همه چیشته نوشاکی‌های گازدار خنک نوشیده استعمال میکنند. این هم یک سببش شدنش ممکن. سبب زیاد شدن مراجعت را دکتران به خود طبابت کنی وابسته می نمایند. آنها میگویند که نوابسته از حرارت بدن و یا سلفه بیمار باید سری وقت به دکتران عائلوی مراجعت کنند، زیرا تشخیص ها گرفته می شود و برای پیشگیری آن سری وقت چاره اندیشیده خواهد شد. اما امروز این حالت خیلی کم به نظر می رسد. ساکنان به خود طبابت کنی مشغولند، زیرا تحلیل ها نشان می دهد که به این بیماری بیشتر کودکان گرفتار شده در یک روز از 8 تا 15 عائله مراجعت میکنند. و بیماری شدید راه نفس بسیار شده است. مراجعت بسیار تر در یک روز تا 14 نفر 15 نفر ما در مرکز قبول کرده ایم و بعضی آنی که در تشریف به خانه می شود همین 8 نفر 10 نفر تا 15 نفر تشریف در خانه شده ایستاده است و وقتی که به خانه بیماران تشریف می آوریم در آنجا یک نفر نه بسیار تر اعضای عائله به این بیماری دچار شدند. اساساً در بین کودکان این بیماری اوج گرفته شده است. نشانه های بیماری حرارت بلند بدن، بیمه‌داری، سلفه، درد گلو، درد کردن تمام اعضای بدن می باشد. از این لحاظ طبیبان توصیه می دهند که هنگامی به نظر رسیدن نشانه های اولی بیماری سری وقت به دکتران عائلوی یا به بیمارخانه ها مراجعه نمایند تا از اوج آن پیشگیری کرده شود. گزارش منظور بختیارزاده و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.